إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الآية. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را به برنامه ندای ایمان و یا به جلسه از جلسات قرآنی که ارتباط به اهل ایمان دارد خوش آمدید میگویم. در آیه دیگر که از آیات قرآن که مخاطب من و تو مسلمان هستیم، این آیه که طویل ترین آیه در قرآن عظیم الشان هست، یعنی آیه که از همه آیات قرآنی طویلتر و بزرگتر. منظور از بزرگتر یعنی حروفش و کلماتش از همه آیات قرآن بیشتر و بیشترتر می باشد. این آیه بسیار مسئله مهمی برای پیروان خود و برای اهل ایمان بیان میکنه که شاید وقتی عزیزان و بزرگواران بشنون، خیلی ها به این آیه عمل نکردن. وقتی عمل نکردن دچار مشکلات شدن. اگر من و تو مسلمان به این آیات قرآنی عمل کنیم، به شریعت مقدس اسلام عامل باشیم، والله قسم هیچ وقت دچار مشکلات نمی شویم. مشکلی که امروز دامنگیر امت اسلامی شده به خاطر این است که به این کتاب، به این کلام حمید و مجید پروردگار عالم عمل نشده. اگر یک شخص مریض هست پیش دکتر بره و دکتر برایش نسخه بده که بره از روی اون دوا بگیره و بعداً در وجود خود تجویز کنه و کار بکنه، خب یقیناً صحتمند میشه. اگر نسخه دکتر را گرفت و او را در جیب گذاشت و یا در خانه گذاشت و او را بالآخر در یک گوشه انداخت، هیچ وقت صحتمند نمی شود. پس این قرآن کتابیه که در تمام عرصه ها ما را راهنمایی می کند. در این آیه الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنو. باز هم مانند جلسات گذشته مخاطب من و تو مسلمان هستیم. ای اهل ایمان، ای اهل دانش. قرآن بعضی از مفسرین اشاره میکنن که هر جا یا ایها الذین آمنو هست، مخاطبشان یعنی ای عاقل، چون اهل ایمان عاقل هستند، خدا را به یگانگی شناختن، به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ایمان آوردن و الله سبحانه و تعالی به یگانگی پرستش میکنن. پس در حقیقت یا ایها الذین آمنو، ای اهل عقل و فکر و اندیشه. یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین، هنگامی که در بین شما بحث دین می آید، هنگامی که قرض می دهید با همدیگر، هنگامی که با همدیگر معامله دارید، بیع و شرا دارید، خرید و فروش دارید، خلاصه معامله صورت میگیره که او نقد نیست و نسیه هست، یعنی موعدی میخواهد، مدتی را در بر میگیره که تا پول شما نقد بشه. اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى،
با شخص قرض میدهیم مدت 1 روز، 2 روز، 10 روز، 1 ماه، 2 ماه، 10 ماه، 1 سال، 2 سال، خلاصه الی اجل مسمى. حالا چه کار باید کرد؟ فاکتبوه، فاکتبوه، بنویسید. ای اهل ایمان، هنگامی که پولی به کسی میدهید، قرضی به کسی میدهید و معامله دارید که معامله نقدی نیست، نسیه هست، بنویسید. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، در بین شما باید کاتبی باشه و او کاتب عادلی باشه. ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمه الله، کسی که کتابت یاد داره، نوشتن یاد داره، وقتی از او درخواست میکنن بیا بنویس و این نباید ابا بورزه، نباید سر بزنه، چون این نعمت نوشتن، کتابت، نعمت الله سبحانه و تعالی هست. این تعلیم الله برایش داده. اگر الله فکر را نمیداد، این اندیشه را نمیداد، این دست را نمیداد، الله این توفیق را نمیداد، این کاتب از کجا یاد میگیرید؟ پس این نباید ابا بورزه. فلیکتب، باید که نوشته بشه ولیملل الذی علیه الحق، و این املار کی بکنه؟ بر او کسی که حق هست. ولیتق الله ربه، از خدا باید ترسید. ولا یبخس منه شیئا، خیانت صورت نگیره، باز نشه که چیزی کمتر نوشته بشه. ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، اگر کسی بود که این هنوز به عقل کامل نرسیده بود، صاحب حق بود، صاحب دین بود، صاحب مال بود، اگر هنوز عاقل نشده بود، اگر ضعیف بود، اگر استطاعت نوشتن را نداشت، نابینا بود، اگر حرف زده نمیتوانست، و بالآخره اگر دارای چنین بود که ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل، اگر به نوشتن نشد واستشهدوا شهیدین من رجالکم، شاهد گرفته بشه من رجالکم، از مردان شما. فإن لم یکونا رجلین، اگر 2 مرد نبود، فرجل، پس 1 مرد و امرأتان و 2 زن. ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. اگرچه این بحث یک بحث جداگانه هست، بعضی میگوین که چرا در اینجا 2 زن در مقابل این مرد؟ آیه قرآن حکمتش را بیان کرده. او مسائل دیگر هم هست که زن بالاخره اگر از لحاظ ضعف جسمی و ضعف فکری و او مسائلی که به اکثر زنها نهفته هست، به او مسائل بپردازیم، به این 10 دقیقه وقت به ما اجازه نمیدهد. فقط خلاصش همین که خود قرآن حکمت را بیان میکنه که اگر 2 زن به این واسطه انتخاب شده که کنار هم دیگر استاده باشند که اگر یک زن چیزی را فراموش کرد از شهادت خود، زن دیگر به یادش بدهد. فتذکر احداهما الاخرى ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا. شهدا هنگامی که از اونا خواسته میشه بیاید شهادت بدهید، اینا ابا نورزن. ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله. شما چنین نشه که پیش پا افتاده بدانید، بگویید که این اندک هست. نه خیر، شما ولا تسأموا ان تكتبوه، چنین نشه که ننویسید مسائل بگویید که صغیرا او کبیرا. یعنی چی؟ یعنی عکس بنویسید مسائل جزئی و کلی که دارید، بیع و شرای اندکی که دارید، قلیلی که دارید، بنویسید. ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا. این نوشتن شما، این خط شما، این شاهد شما در مسائل بیع و شرای شما به نزد خداوندم پسندیده هست و اقوم للشهادت، قوی هست، و ادنا، پایینترین این قضیه‌ای که شما
این زیبایی را داره که الا ترتابو، شما را به تشویش نمی اندازد، شما را به شک نمی اندازد. کوچکترین معامله دارید خطی بنویسید، کوچکترین و بالاخره بیع و شرای دارید، قرض دارید، خطی بین همدیگر، شاهدی بین همدیگر باشه، از شک به دور می شوید، به تشویش نمی کنید که چی بود، چه کار بود، چی وقت بود، چی اندازه بود در این راستا. الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بینکم فلیس علیکم جناح، مگر اینکه اگر بیع و شراء در یک آن واحد صورت می گرفت که هیچ نسیه یا بالاخره مدت نداشت، بیع و شراء نقدی بود، اگر چیزی ننویسی هم الله سبحانه وتعالی میگه فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، حالا مشکلی نداره، اشکالی نداره، الا تکتبوها و اشهدوا اذا تبایعتم، ولی در بین شما اگر شاهدی باشه خیلی بهترتره، حتی در همون بیع و شرای شما هم شاهدی باشه، شما تشویش نمی کنید و دوچار تشویش نمی شوید. ولا یضار کاتب ولا شهید، کسی که کاتب میشه، کسی که شاهد میشه دیگه برای این ضرر وارد نشه. شخص آماده شهادت داده، کتابت کرده، این رو بالاخره متهم کنید و بالاخره عذاب بدهید و او را ضررناک کنید. الله میگه شاهد و کاتب شما ضرر وارد نکنید. و این تفعلوا فانه فسوق، اگر شاهد و کاتب شما آزار دادید و ضرری وارد شد، چنین شد، فانه فسوق بکم، این فسق هست، کار زشت و نارواهی هست. واتقوا الله، از الله بترسید. و یعلمکم الله، اینها موضوعات است که الله شما را تعلیم داده. والله بكل شیء علیم، خداوند از همه چیزی که شما انجام میدهید، از بیع و شرایی که دارید، از قرضی که میدهید و بالاخره از همه دانا هست. این آیه طویلترین آیه قرآن، الله سبحانه و تعالی برای ما چی درس زیبایی میدهد، چقدر شرکای بودن، چقدر با همدیگر بیع و شرا داشتن، چقدر رفاقت و دوستی داشتن، به خاطر اینکه وقتی پای پله رسیده خط در میان نبوده بین دو معامله‌گر، بین دو شریک، بین دو همسایه، بین دو دوست و دو رفیق، چقدر جدایی آمده. یکی گفته این قدر بوده، یکی گفته این قدر بوده، نه شاهد داشتن و نه خط، دوچار مشکلات شدن. این آیه به ما درس های زیادی میده که انشاءالله به تفسیر این آیه مبارکه دوستان مراجعه کنن، بیشتر و بیشترتر آگاهی پیدا میکنن. خلاصه این بحث همینه که یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای مسلمان، ای کسی که تو مسلمانی، به این آیه عمل کن. درسته این کار استحباب هست، مستحب هست، درسته که نمیگیم فرض واجبه، ولی آیات قرآن بدان و متوجه باش که در پی هر حکم قرآن هزارها خیر و نفع برای اهل ایمان نهفته هست. الله سبحانه وتعالی ما را عامل به قرآن بگردانه و بر ما توفیق بده که وقت این نداهای قرآن را میشنویم که یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو یعنی ای مسلمان. تو خواهر وقتی در قرآن میبینی یا ایها الذین آمنو، بدان که برای تو خواهر میگه. تو برادر وقتی میبینی بدان که برای تو میگه. تک تک من و شما وقتی میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، به تحت و مخاطب این آیه مبارکه یا ایها الذین آمنو در هر جایی که ذکر میشه قرار داریم. خداوند ما را عامل به قرآن بگردانه. خدای تبارک و تعالی توفیق بده که تمام بیع و شرای ما، خرید و فروش ما، تمام معاملات ما موافق به کتاب الله و سنت رسول الله باشه. الله سبحانه و تعالی شما را موفق داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.